تابان به عنوان زیرمجموعه‌ای از گروه مدیریت سرمایه آریان که یکی از پرچمداران عرصه توزیع خودرو در ایران به حساب می‌آید، نماینده انحصاری واردات و توزیع محصولات کمپانی DS در ایران میباشد. جوهره برند DS یعنی روح آوانگارد در قلب تجارت ما ثبت شده است و ما را وامی دارد که در عرصه نوآوری تا فتح تمامی مرزها پیش رفته و نیازهای مشتریانمان را به بهترین نحو پاسخگو باشیم. از اینکه آریان موتور را به عنوان شریک تجاری خود انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم. خودروی DS6 یک خودروی SUV با 165 اسب بخار قدرت می باشد. DS6 یک SUV پویا با کارایی جاده‌ای هیجان انگیز و چابک است که این ویژگی ها را مدیون طراحی دقیق و ارتفاع کم، موتورهای کارا و گیربکس 6 سرعته خود می باشد. برای ایمنی و آسایش شما در این خودرو از آخرین نسل تجهیزات شامل دسترسی و استارت هندزفری، ترمز پارک الکتریکی، دوربین دید عقب و پایش نقطه کور استفاده شده است. در ادامه این فیلم آموزشی به معرفی اولیه خودروی DS6 می‌پردازیم. درب موتور خودرو. از داخل دستگیره کنترل را که در سمت چپ زیر داشبورد قرار دارد به سمت خود بکشید. برای باز کردن درب موتور قبل از هر اقدامی از خاموش بودن خودرو اطمینان حاصل نمایید. از بیرون زبانه ایمنی را بالا ببرید و درب موتور را باز کنید. جعبه فیوز، باتری، مخزن روغن ترمز، درپوش روغن موتور، گیج روغن موتور، مخزن مایع شیشه شوی، مخزن مایع خنک کننده موتور. برای بستن درب موتور، آن را پایین بیاورید و در انتهای مسیر رها کنید. صندلی و کمربند ایمنی. صندلی‌های جلو. صندلی‌های جلوی خودرو در هر دو سمت برقی بوده و دارای ماساژور میباشد. تنظیم طولی، ارتفاع نشیمنگاه و زاویه صندلی. گرمکن صندلی. فعال و غیر فعال کردن عملکرد ماساژور کفی صندلی. تنظیم شدت ماساژ که 2 میزان شدت ماساژ وجود دارد و تنظیم تکیه‌گاه کمر صندلی. عملکرد ماساژ بعد از مدت زمان مشخصی متوقف می شود. تنظیم ارتفاع و زاویه پشت سری. صندلی‌های عقب. برای خواباندن پشتی صندلی عقب و افزایش حجم فضای بار خودرو، دستگیره را به جلو بکشید تا قفل پشت صندلی آزاد شود. برای خواباندن صندلی‌های عقب، از دستگیره‌های داخل قسمت بار خودرو نیز می‌توان استفاده کرد. با بازگرداندن صندلی به حالت اولیه خود، صندلی در جای خود قفل می‌شود. هنگام جاگذاری دوباره صندلی، دقت کنید کمربندها در محل مناسب خود قرار گیرد. کمربند ایمنی خودرو و تنظیم ارتفاع آن.
کیسه هوا. این خودرو دارای 6 کیسه هوا می باشد. کیسه های هوای جلو. در هنگام فعال بودن کیسه های هوای سرنشین جلو، از قرار دادن کودک و صندلی کودک روی صندلی جلو جدا خودداری نمایید و همچنین دقت داشته باشید که در هنگامی که سوئیچ خودرو بسته باشد، کیسه هوا عمل نخواهد کرد. کیسه های هوای جانبی. کیسه های هوای پرده‌ای. برای عملکرد صحیح کیسه های هوا در محدوده عملیات آنها هیچ وسیله قرار ندهید. استفاده از روکش صندلی مانع عملکرد صحیح کیسه های هوای جانبی صندلی می شود. سیستم روشنایی خودرو. چراغ‌های جلوی خودرو. خودروی DS6 دارای سیستم چراغ‌های همراه تا منزل، چراغ‌های استقبال، چراغ روز، روشن شدن خودکار چراغ‌ها و چراغ‌های تقاطع میباشد. چراغ روز با روشن شدن موتور روشن می‌شود. همچنین این خودرو مجهز به چراغ‌های قابل انطباق و سیستم تنظیم ارتفاع چراغ‌های ژنون میباشد که درجه آن بر اساس میزان بار خودرو و جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان تنظیم می‌گردد. در هنگام گردش فرمان خودرو به هر طرف در سرعت پایین‌تر از 40 کیلومتر در ساعت، چراغ مهشکن همان سمت جهت چرخش، جهت دید بهتر راننده روشن می شود. همچنین در صورتی که راهنمای ممتد زده شود نیز این سیستم عمل خواهد کرد. جهت فعال شدن چراغ همراه تا منزل، تا 1 دقیقه پس از خاموش شدن موتور، نوربالای خودرو را 1 لحظه فعال نمایید تا پس از قفل شدن خودرو، چراغ‌ها تا مدت زمان معینی روشن بمانند. حلقه انتخاب حالت چراغ اصلی دارای 4 حالت خاموش، اتومات، چراغ کوچک و نور پایین می باشد. حلقه انتخاب مهشکن با 2 بار حرکت به جلو و عقب به ترتیب مهشکن‌های جلو و عقب خودرو را روشن و خاموش می‌کند. نوربالا و راهنماها نیز با انتقال اهرم اصلی به جهت بالا، پایین و داخل فعال می‌شود. چراغ‌های موقعیت عقب خودرو. چراغ موقعیت عقب، چراغ ترمز، مهشکن عقب، راهنما. راهنما دارای 2 عملکرد می باشد. راهنمای تغییر مسیر که با فشردن آرام دست راهنما به سمت بالا یا پایین، چراغ راهنما 3 بار چشمک می زند. و راهنمای اصلی که با فشردن کامل دست راهنما فعال می شود. چراغ دنده عقب،
هرگاه در هنگامی که چراغ موقعیت عقب روشن می باشد، صندوق عقب باز شود، چراغ‌های پایینی موقعیت عقب جهت وضوح دید بیشتر روشن خواهند شد. چراغ‌های مطالعه جلو. چراغ سقف جلو. چراغ روشنایی کنسول. چراغ‌های مطالعه عقب. در نور کم، چراغ‌های محیط محدوده کنسول، زیر پا و درپا را به صورت خودکار روشن می‌کنند. با یک بار فشردن دکمه استارت، خودرو در حالت سوئیچ باز قرار می‌گیرد و با فشردن مجدد آن سوئیچ بسته می‌شود. برای روشن نمودن خودرو، پدال ترمز را نگه داشته و دکمه استارت را بزنید. با فشردن مجدد دکمه استارت، خودرو خاموش می شود. دقت داشته باشید که برای عملکرد دکمه استارت، وجود ریموت در محدوده داخل خودرو الزامی است. برف پاک کن. خودکار، متناوب، معمولی، سریع. در وضعیت متناوب، سرعت برف پاک کن بر اساس سرعت خودرو تنظیم می‌گردد. دکمه اطلاعات پشت آمپر. با فشار دادن کنترل برف پاک کن به سمت داخل، آبپاش و تیغه ها فعال می شوند. برف پاک کن عقب. وضعیت حلقه انتخاب برف پاک کن عقب: خاموش، حرکت متناوب و حرکت به همراه شیشه شوی. اگر در هنگام دنده عقب برف پاک کن جلو فعال باشد، برف پاک کن عقب نیز شروع به کار خواهد کرد. پس از گذشت 1 دقیقه از بستن سوئیچ خودرو، هر عملی روی اهرم برف پاک کن موجب قرار گرفتن آن در وضعیت سرویس می شود. برای بازگرداندن تیغه ها به وضعیت عادی، سوئیچ را باز کنید و اهرم کنترل را حرکت دهید. شیشه های خودرو. هر 4 شیشه این خودرو برقی و دارای عملکرد اتوماتیک می باشد. به جهت ایمنی کودکان می توان عملکرد شیشه های عقب را غیر فعال کرد. کلیدهای کنترل شیشه بالابرهای برقی تا حدود 45 ثانیه پس از بستن سوئیچ قابل استفاده هستند. آینه های خودرو. آینه های جانبی. این خودرو دارای حسگر نقطه کور می باشد که چراغ هشدار آن داخل آینه های جانبی تعبیه شده است. آینه های جانبی خودرو برقی بوده و دارای سیستم یخزدایی می باشند که با فشار دادن کلید یخزدایی شیشه عقب فعال می شوند. تا شدن و باز شدن آینه نیز به صورت برقی هم با دکمه روی درب راننده و هم از طریق ریموت خودرو همزمان با قفل شدن و یا باز شدن دربها صورت می‌پذیرد. چراغ‌های خوشامدگویی آینه‌ها برای سهولت در نزدیک شدن به درب خودرو، در هنگام باز شدن قفل خودرو استفاده از ریموت کنترل و یا باز شدن یکی از درب‌ها روشن می‌شوند و پس از یک زمانبندی مشخص خاموش می‌شوند.
فعال بودن این چراغ‌ها منوط به فعال بودن سیستم روشنایی داخل خودرو همزمان با باز شدن درها میباشد. آینه دید عقب خودرو مجهز به حسگر نور بوده و بر اساس شدت نور خودروی عقب تغییر وضعیت می‌دهد. آفتابگیرهای خودرو نیز دارای آینه می‌باشند. ریموت کنترل و قفل خودرو. به همراه این خودرو 2 عدد ریموت الکتریکی عرضه می‌گردد و این خودرو با عملکرد سیستم بدون کلید میباشد. در هنگامی که خودرو قفل میباشد، با یک بار زدن دکمه قفل کردن، راهنماها و چراغ‌های کوچک آینه‌های جانبی برای یافتن خودرو فعال می‌گردد. با زدن دکمه باز کردن قفل خودرو، تمامی درها باز شده و آینه‌های جانبی نیز باز می‌شوند که این دکمه قابل برنامه‌ریزی نیز میباشد. با زدن دکمه قفل، تمامی درها قفل شده و آینه‌ها نیز تا می‌شوند. با نگه داشتن دکمه باز کردن قفل صندوق، تمامی درها از جمله درب صندوق باز می‌شوند. در این حالت برای بستن مجدد درهای خودرو باید درب صندوق عقب را به صورت دستی ببندید و اگر هر کدام از درهای خودرو از جمله درب صندوق عقب باز بماند، دکمه قفل ریموت عمل نخواهد کرد. سیستم دسترسی و استارت هندزفری به شما اجازه می‌دهد تا در حالی که ریموت خودرو را در نزد خود دارید، درب‌های خودرو را باز و قفل نمایید. درب‌های جلو و درب صندوق عقب مجهز به این سیستم میباشد. در روی درب صندوق عقب 2 دکمه میباشد که دکمه سمت چپ برای باز کردن صندوق و دکمه سمت راست برای قفل و باز کردن خودرو همزمان با در اختیار داشتن ریموت به کار میرود. سیستم پاور ویندوز خودرو. دکمه قفل مرکزی خودرو. محل قرارگیری ریموت خودرو در شرایط اضطراری مانند تمام شدن باتری ریموت و یا وجود امواج مغناطیسی قوی. سانروف خودرو. این خودرو دارای سانروف پانوراما و سایبان الکتریکی می باشد. با نگه داشتن دکمه سایبان الکتریکی می توان آن را در وضعیت نیمه باز نیز قرار داد. دوربین و سنسورهای خودرو. خودروی DS6 دارای 4 سنسور مربوط به فاصله طولی در روی سپر جلو می باشد که در سرعت‌های زیر 10 کیلومتر در ساعت و یا در هنگام دنده عقب به صورت خودکار فعال می شود.
همچنین سپر جلو مجهز به 2 سنسور نقطه کور می باشد. سپر عقب نیز مجهز به 4 سنسور پارک و دوربین دنده عقب می باشد که در هنگام تغییر وضعیت دنده به وضعیت آر به صورت خودکار فعال و با تغییر وضعیت دنده غیر فعال می شود. همچنین سپر عقب نیز مجهز به 2 سنسور جانبی نقطه کور می باشد. سنسور نور و باران. این خودرو مجهز به سنسور نور و باران و همچنین سنسور تشخیص میزان باد چرخ‌ها می باشد. فرمان خودرو. تنظیم غربیلک فرمان. بوق خودرو. سیستم محدود کننده سرعت. در وضعیت لیمیت، علیرغم فشردن پدال گاز، سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده فراتر نخواهد رفت. دقت شود در این وضعیت میبایست پای راننده بر روی پدال گاز قرار گرفته باشد. دکمه لیمیت را فعال کنید. با استفاده از دکمه‌های مثبت و منفی سرعت مورد نظر را انتخاب نمایید. محدود کننده سرعت را با فشردن دکمه پاوز فعال و غیر فعال کنید. توجه داشته باشید که با فشردن پدال گاز تا انتها، محدود کننده سرعت موقتاً غیر فعال می شود. همچنین حداقل سرعت برای برنامه‌ریزی 30 کیلومتر در ساعت می باشد. با غیر فعال کردن دکمه لیمیت از حالت محدود کننده سرعت خارج شوید. کروز کنترل. دکمه کروز را فعال کنید. پس از رسیدن به سرعت مناسب با یکی از کلیدهای مثبت و یا منفی سیستم کروز را فعال کنید. با استفاده از دکمه‌های مثبت و منفی سرعت ثبت شده را تغییر دهید. با فشردن پدال گاز نیز می توان از سرعت برنامه ریزی شده فراتر رفت. با دکمه پاوز سیستم کروز را موقتا غیر فعال و مجددا فعال کنید. از سرعت‌های ذخیره شده نیز می توان برای تنظیم سرعت استفاده نمود. با بازگرداندن دکمه کروز به حالت اولیه سیستم کروز را خاموش کنید. برای فعال شدن سیستم کروز کنترل حداقل سرعت باید 40 کیلومتر بر ساعت باشد و گیربکس در حالت دی قرار داشته باشد. به دلایل ایمنی با فشردن پدال ترمز و یا فعال شدن سیستم پایداری خودرو عملکرد کروز کنترل غیر فعال می شود. با فشردن پدال گاز نیز می توان از سرعت برنامه ریزی شده فراتر رفت، اما با رها کردن پدال گاز سرعت به میزان تنظیم شده برخواهد گشت. لیست منبع صوتی. کم کردن صدا. زیاد کردن صدا. این دکمه در هنگام غیر مکالمه منجر به تغییر منبع صوتی می شود. در هنگام مکالمه با یک بار فشردن منجر به پاسخ و یا قطع تماس می گردد. با فشار طولانی منجر به رد تماس می شود. تغییر آهنگ و یا فرکانس رادیو. آمپرها و نمایشگرهای خودرو. پشت آمپر خودرو. دکمه A. با فشار دادن پی در پی این دکمه اطلاعات مربوط به باد لاستیک خودرو، اطلاعات سرویس های دوره‌ای و گزارش هشدارها نمایان می شود. فشار طولانی دکمه نیز سبب صفر شدن عملگر انتخاب شده می شود. دکمه B. تنظیم شدت نور. پنجره چپ شامل دورسنج، نمایشگر موقعیت دنده، چراغ باد لاستیک، سیستم عیبیابی خودکار، وضعیت کیسه های هوا،
کمربند ایمنی راننده و سرنشین، نشانگر باتری، فشار روغن موتور، گیج بنزین، نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور، سرعت سنج دیجیتال، ترمز پارک الکتریکی، هشدار بالا بودن دمای مایع خنک کننده، وجود خطا در سیستم خودرو و نیاز به توقف سریع، خطا در سیستم ترمز و یا سیستم ترمز ضد قفل، سطح حداقل سوخت، بررسی نیاز به سرویس، ایراد ترمز پارک الکتریکی، ایراد در سیستم ضد قفل چرخ‌ها، عملکرد سیستم کنترل پایداری خودرو، تغییر وضعیت گیربکس، فعال بودن ترمز پارک الکتریکی، غیر فعال شدن ترمز پارک الکتریکی، فعال شدن کامل ترمز پارک الکتریکی با توان بیشتر برای سطوح شیبدار. تغییر وضعیت چراغ‌های خودرو به وضعیت اتوماتیک، خاموش شدن وضعیت اتوماتیک، چراغ‌های کوچک، چراغ نورپایین، چراغ مهشکن جلو، چراغ مهشکن عقب، راهنما، فلاشر، نور بالا، فعال و غیر فعال شدن سیستم کنترل پایداری خودرو، فعال و غیر فعال شدن وضعیت اقتصادی، تنظیم شدت نور پشت آمپر، وضعیت کامپیوتر سفری 1، وضعیت کامپیوتر سفری 2، کیلومتر باقی مانده تا اتمام سوخت، زمان و کیلومتر باقی مانده تا اعزام به نمایندگی، کیلومتر خودرو، کیلومتر شمار سفری، ساعت، وضعیت خودرو، نمایش خطاهای سیستم، نمایش وضعیت سیستم صوتی، کروز کنترل، محدود کننده سرعت، هشدار فعال و غیر فعال بودن سیستم برق‌پاک‌کن خودکار، هشدار باز بودن درب‌های خودرو، هشدار باز بودن صندوق عقب، غیر فعال شدن هشدار باز بودن کمربند راننده و سرنشین جلو، هشدار نبودن ریموت داخل خودرو. در مواقع اضطرار با نگه داشتن دکمه استارت به مدت 3 ثانیه خودرو را خاموش نمایید. تنظیمات خودرو: سنسورهای خودرو، حسگر نقطه کور، سیستم اقتصادی استاپ و استارت پشت چراغ قرمز،
چراغ فعالیت سیستم ممانعت از سرقت. چراغ نارنجی نشانگر غیر فعال شدن هر کدام از سیستم‌ها و چراغ سبز نمایانگر فعال بودن سیستم می باشد. یونایزر هوا در وضعیت کلین هوای آلوده را تصفیه و به داخل کابین می‌فرستد. وضعیت یون با تولید یون‌های منفی مانع خواب‌آلودگی راننده در مسافت‌های طولانی می‌شود. فرمان صوتی خودرو. باک خودرو ظرفیت مخزن سوخت در حدود 60 لیتر می باشد. دکمه باز کردن مخزن سوخت. طریقه باز و بسته کردن مخزن سوخت. در هنگام اخطار پایین بودن حجم سوخت خودرو، حدود 6 لیتر در باک خودرو سوخت باقی مانده است. سیستم تهویه. خودروی DS6 دارای سیستم تهویه مطبوع دیجیتال دو ناحیه‌ای میباشد. افزایش یا کاهش جریان هوا. تنظیم توزیع هوا. عملکرد اتوماتیک، یخزدایی و بخارزدایی شیشه عقب و آینه ها. برنامه اتوماتیک وضوح دید شیشه جلو. تنظیم دستی یا اتوماتیک ورود هوا و تنظیم بازیافت هوا. سیستم تهویه مطبوع. سیستم تهویه مطبوع ماکسیموم. تنظیمات سمت راننده و سرنشین جلو به صورت مجزا. سیستم صوتی. میکروفون‌های خودرو. این خودرو دارای سیستم رادیو، CD، USB، AUX، استریمینگ و بلوتوث کال می باشد. صفحه نمایش سیستم صوتی لمسی بوده و علاوه بر دکمه‌های موجود در روی قربیلک فرمان و دکمه‌های پایین صفحه نمایش صوتی، تمام عملکردهای صوتی را می توان به صورت لمسی نیز انجام داد. انتخاب موج رادیو. انتخاب منبع ورودی سیستم صوتی. تنظیمات مسافت طی شده و مصرف سوخت خودرو. تنظیمات سفر 1 و 2. تنظیمات پارامترهای خودرو شامل تنظیمات روشنایی، چراغ همراهی تا منزل، خوشامدگویی، سیستم ترمز خودکار و غیره در این قسمت صورت می‌پذیرد. تنظیمات صوتی. خاموش کردن مانیتور. توضیحات حالتهای مختلف AQS. ساعت. تنظیمات بلوتوث. اتصال تلفن همراه. از منوی اصلی سیستم صوتی فون و سپس نیو پیرینگ را انتخاب نمایید. برای اتصال تلفن همراه بلوتوث موبایل خود را روشن کرده و آن را در وضعیت قابل رؤیت قرار دهید. بعد از مطابقت کد ورودی یکسان، دکمه تایید روی گوشی را بزنید تا اتصال برقرار شود.
روی سیستم صوتی خودرو نیز اتصال را تایید نمایید. حال شما می توانید از طریق سیستم صوتی تماس تلفنی برقرار نمایید و یا به آهنگ‌های موجود در گوشی از طریق سیستم صوتی خودرو گوش دهید. پایان تماس صوتی. تاریخچه تماس‌ها. دفترچه گوشی. پاسخ به تماس صوتی. غیر فعال کردن میکروفون داخلی خودرو. نمایشگر میزان آنتندهی و باتری گوشی موبایل. پایان تماس صوتی. قابلیت ضبط صدا. سرعت‌های ثبت شده. این سرعت‌ها برای سیستم محدودیت سرعت و کروز کنترل خودرو استفاده می‌شوند. تمامی تنظیمات از طریق دکمه‌های پایین مانیتور نیز قابل اجرا می‌باشد. گوش دادن به آهنگ روی گوشی از طریق سیستم صوتی خودرو. تجهیزات و تزیینات داخلی خودرو. محفظه نگهداری وسایل. جالیبانی. دریچه‌های تهویه هوا برای سرنشینان عقب. محفظه کوچک نگهداری اشیا. جاسیگاری و جافندکی عقب. کنسول
خودرو با قابلیت تنظیم ارتفاع. کنسول خودرو دارای خروجی USB نیز می باشد. جافندکی و جاسیگاری خودرو. داشبورد خودرو. داشبورد خودرو که شامل جاعینکی و محفظه خنک کننده می باشد. محفظه خنک کننده با سیستم تهویه خودرو عمل کرده و دارای دریچه مجزا می باشد. جاعینکی. خاموش کردن نورهای داخل خودرو. دنده خودرو. این خودرو با گیربکس 6 سرعته اتوماتیک و همراه برنامه حالت اسپورت و برف می باشد. پارک. دنده عقب. حالت خلاص. عملکرد اتوماتیک. عملکرد دستی. دکمه اسپورت برای شیوه رانندگی پویا. دکمه برف برای رانندگی در وضعیت ناپایداری جاده‌ها. این خودرو دارای سیستم کمک به شروع حرکت در شیب می باشد. این سیستم هنگام آغاز حرکت بر روی شیب برای لحظه کوتاهی خودرو را بی حرکت نگاه می دارد تا فرصت داشته باشید پای خود را از پدال ترمز به روی پدال گاز منتقل کنید. کنترل چسبندگی. سیستم ویژه و انحصاری کنترل چسبندگی فرمانپذیری خودرو را در برف، گل و لای و ماسه بهبود می‌بخشد. یک انتخابگر 5 وضعیتی برای مناسب‌ترین وضعیت رانندگی در نظر گرفته شده است. حالت استاندارد. این سیستم برای شرایط معمولی و جاده‌ای در نظر گرفته شده است. حالت برف. این حالت استراتژی خود را با وضعیت چسبندگی هر کدام از چرخ‌های جلو منطبق می‌کند. حالت گل و لای. بر مبنای حداکثر گشتاور هر کدام از چرخ‌ها تنظیم می‌شود. حالت ماسه. این سیستم امکان چرخش محدود را به 2 محور برای جلوگیری از توقف در ماسه می‌دهد. غیرفعالسازی سیستم کنترل پایداری خودرو. بعد از بستن سوئیچ، سیستم به طور خودکار به حالت استاندارد باز می‌گردد. ترمز پارک الکتریکی. فعال شدن ترمز پارک الکتریکی. فعال شدن حداکثری ترمز پارک الکتریکی. غیر فعال شدن ترمز پارک الکتریکی. با نگه داشتن دکمه ترمز پارک الکتریکی به سمت بالا، نیروی بیشتری توسط این سیستم به چرخ‌ها اعمال می‌گردد. برای آزاد کردن ترمز پارک الکتریکی حتما باید پدال ترمز را فشار دهید. با خاموش شدن موتور، ترمز پارک به صورت خودکار فعال می شود. صندوق عقب. با فشردن 2 بار دکمه صندوق پران، صندوق خودرو باز می شود. همچنین با دکمه صندوق پران نیز درب صندوق عقب باز می شود. درب صندوق عقب دارای 2 کنترل بیرونی و داخلی می باشد. روکش فضای بار. تغییر وضعیت روکش فضای بار. کفی متحرک.
صندوق این خودرو دارای قلاب‌های نگهدارنده متعدد برای مهار کردن بار خودرو میباشد. مواقع اضطرار: محل قرارگیری بوکسلبند عقب، محل قرارگیری بوکسلبند جلو. هرگاه ریموت خودرو به دلایل نقصی فنی عمل نکرد، ابتدا پوشش روی قفل را بردارید و سپس با کلید یدکی درب خودرو را باز نمایید. مثلث خطر و کپسول آتش نشانی. در هنگام پنچری خودرو، ابتدا خودرو را در محل امنی پارک نمایید. مثلث خطر را در محل مناسبی با حداقل فاصله 10 متر از خودرو قرار دهید. درپوش محفظه زاپاس را باز کنید. لاستیک زاپاس خودرو از نوع اضطراری بوده و برای هدایت خودرو تا نزدیکترین تعمیرگاه می باشد. زاپاس خودرو را از محل خود خارج کرده و کنار خودرو قرار دهید. جک و آچار و سایر ملزومات را از محل خود خارج نمایید. جک را در محل خود قرار دهید. پیش از باز کردن پیچ‌ها، درپوش روی پیچ‌ها را جدا نمایید. با استفاده از آچار خودرو پیچ‌های لاستیک را باز نمایید. لاستیک را تعویض نموده و پیچ‌ها را ببندید. ماکسیموم سرعت با این لاستیک 80 کیلومتر در ساعت و برای حد اکثر 80 کیلومتر پیمایش می باشد. در اولین فرصت نسبت به تعمیر لاستیک اقدام نمایید. قفل کردن در به هنگام عدم عملکرد ریموت خودرو. با فعال شدن این قفل، درب عقب از داخل باز نخواهد شد.